یو برابکس خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من از کانال یوتیوب. اومدیم یه گیم پلی خفن از استامبل گایز داشته باشیم و من خودم به شخص استامبل گایز خیلی دوست دارم. امیدوارم که شما هم دوستش باشید. خودم خیلی قبلا بازش میکردم، دوست اسکین لژندری دارم و اولین کاری که من همیشه در استامبل میکنم این گردونه فیری لعنتی رو میگیرم. یه چیز جدید فیری دیگه اومده بعدشون هم میگیریم. اوکیه، خب بریم این چیز فیری هم بگیریم ببینیم که چیز خوبی میده به ما. چقدر شانسم بده. ای بابا تو خوبی نداره خیلی. خب غیر این صورت از همه چی بگذریم. من 15 تا اینم بگیرم. خب دیگه بریم سراغ یه مچ بازه کنیم. بریم چه چیز جدیدی بگیریم. یه دست اسکواد اینو بریم. من خودم خیلی اینو دوست دارم. خب اینو میتونیم توش ویکتوری کنیم. بعید اگه یاره خوبه میفته میتونیم. امیدوارم که یه ستاره یار خوبه. یه زبان یایه صدای بازی هم قطع کردم که راحت صدامو بشنوید. چه یارای بدی دارم من. بابا چه یارای من راستی بچه من 1200 جم دارم. میتونم بعضی رو بخوام ولی بعد بعدی رو بخوام ببینم چیز خوبی توش هست که بخوام چیز بعدی هم بود دیگه صبرم نمیرسه سری میام میخرمش. یکم یاره خوبی دارم. ایوه از شدیم اشکال نداره یه دست دیگه یه دست بریم با خودت نگیر. خب اینا رو هم بگیرم. یکی از دوستان آنلاینه. رادوینه. چه اسکین داره؟ اسکینش رو کنم دیگه جادم اپیکه. بل کن یه دست رنگ بریم. رنگ ها رو میتونم ویکتوری کنم ولی سخته. همون رنگ سیلوره که آدم های برو میبوده. من خیلی وقت بازیش نکردم و یکم نوب شدم توش. من نوب شدم. این بده. این خیلی بده ولی هنوز میتونم ویکتوری کنم. چرا نمیاره؟ آها آورد. چه اسکینایی دارن این دو. چه اسکینی میاره بوکسره. اسکینشو دوست دارم. حواسم به کار خودمون باشه. اسکین گرفتم برای مهمه. یه باگی خوردم یکی بار هولم داد. خیلی غریبه. دارم پولام هم جمع میکنم که یعنی چیز این چیزایی هستن که باش مشت و اینا میخرن جدیدن.
یکم دیگه جمع کنم تا یه مشت مشتی بخرم. من دیگه همه رو پاره و پوره میکنم، پوره سیب زمینی میکنم همه رو. وات، من که پریده بودم جلو چرا مردم؟ باگ بود یا من خیلی دیر پریدم؟ من خیلی دیر پریدم، چرا باگ بود نمیدونم. دیگه چی بریم؟ او مپای جدید خفنی اومده، من تا حالا اینو نرفتم. چه مپیه؟ بریم ببینیم چی میگذره توی این مپ. چه مپی هست؟ کن یه مپ جدید. اوه این تیمی هست. آره و قایم شیم. چیه این؟ با بکنیم توی مپ. او با یه وسایل. آها یه وسایل هایی میشیم بعضی میان دنبال بکنم. او آره باله 20 ثانیه رفتم قایم شدیم. خودم نکنم بزنم پیدا میکنم. دار شروع میشه. او What؟ چرا من یهو عوض شد چیزم؟ چی بود؟ تیمیه الان. تیمم باید برم بشه. نمیدونم بهت بدم. حرف عجیبیه. چرا اینجا گیتر؟ چی شد؟ What؟ یه سوال من چجوری بخوام لفت بدم از این مپ باحال؟ یا پرد شد پای ما. چه منطق؟ آقا من فقط میخوام لفت بدم. چی برنده میشه؟ یکم در مورد کانالم براتون صحبت کنم. مطمئنه من بازیشون تموم میشه. کانال ما قرار گیم پلی هایی از بازی های ایرانی خارجی مثل استامبول گایز دیگه، PS 2013 و PS 9 بالاتر، کانتر و دیگه. چرا من برنده شدم؟ وات؟ عجیبی بود. بازی های ایرانی شتاب در شهر، کلی بازی های خفن داریم ما. من مپش حال نکردم. اگه شما میدونید داستانش چطوریه به منم بگید. این چه مپیه؟ اینو دوست دارم بریم. آره خلاصه از این بازی رو میذاریم و گیم پلی خیلی بیشتری قراره داشته باشیم و کلا این چنل گیمینگمون هستش. از یک شنبه به بعد فعالیتمون خیلی زیاد میشه، چون من دارم کلاسای درسی میرم و یه امتحان دارم یک شنبه، بعد از اون امتحان دیگه تموم میشه و آره دیگه. خب یک شنبه فعالیتمون بیشتر میشه. امیدوارم که کلا از سبک ویدیوهای ما خوشتون بیاد. بازی خیلی جدید، یعنی بازی دیگه هم غیر از این چیزایی که گفتم حتما داریم. نگران نباشید، فکر نکنید بازی کمی داریم، خیلی بازی های زیادی داریم. در خونه اونم زدم، فکر کنم باید برم این مچ واقعی کنم. خودم نظر من ویدیو رو
و قطع کنیم. برای اولین ویدیو کافیه. یه دقیقه وایسید. ای وای این مچ که تمام میشه. من لفت بدم. حالا خلاصه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من دیگه این ویدیو تموم میکنم و تا یک ویدیوی دیگه بدرود.